سلام، من سهند هستم و به یه ویدیو دیگه از کانال فوتونلند خیلی خیلی خوش اومدید. فقط اول کار یادتون باشه که حتما کانال ما رو دنبال کنید و روی زنگوله بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. تو این ویدیو میخوام یه مشکلی رو حل کنم که مشکل خیلی آمونه، یعنی یه جورایی میشه گفت یه سوالی رو میخوام جواب بدم که تو ذهن خیلی همون شاید باشه، اینکه مدل دقیق سیستم سخت افزاری لپتاپمون یا کامپیوترمون رو چطوری باید پیدا کنیم. تو ادامه ویدیو با ما همراه باش تا خیلی راحت زیر 1 دقیقه جواب این سوال رو بهت یاد بدم. خب برای دیدن اطلاعات دقیق سیستم کامپیوتریمون اولین کاری که میتونیم بکنیم کلیک راست روی گزینه دیس پی سی و گرفتن پروپرتیز هستش. بله، اینجا صفحه که باز میشه میتونیم دقیقاً مدل سیستم و سی پی یو، رمی که روش نصبه و یه سری مشخصات اضافی رو ببینیم و پایینتر هم میتونیم مشخصات ویندوزمون رو ببینیم که برای مثال 11 پرو یا حالا تاریخی که نصب کردیم این سیستم این ویندوز رو روی سیستم. روش بعدیمون چیه؟ روش بعدی اینه که روی منو استارت کلیک بکنیم و بعد کلمه سیستم رو تایپ کنیم و سیستم اینفورمیشن رو باز میکنیم. اینجا یه سری اطلاعات خیلی ریزتر و دقیق تری به ما میده که برای کارهای فنی خاص شاید این اطلاعات بهتر و بیشتر به دردمون بخوره. که سمت چپ هم یه سری خونه ها داره که میتونید استفادهشون کنید تا اطلاعات اضافی و دقیق تری رو نسبت به سیستمتون به دست بیارید. بس این شد اطلاعات کلی سیستم ما از روش دوم. و روش سوم هم یه راه خیلی راحت تری داره. ویندوز و آر رو با هم میگیریم و اینجا صفحه‌ای که باز میشه مینویسیم DX دیاگ. من تایپ میکنم DX دیاگ رو، اینتر رو میزنید، یه دونه همچین صفحه‌ای میاد، روی یس کلیک میکنید و اینجا هم میتونید اطلاعات دقیق و کلی سیستمتون رو مجدد ببینید و پنجره های بالا، خونه های بالا که براتون گذاشته توی این تب ها میتونید به راحتی جابجا بشید و اطلاعات گرافیک و بقیه سیستمتون رو ببینید. اگه از ویدیو لذت بردی لطفاً لایک یادت نره و نظرتو برای ما تو کامنت ها بنویس. یادت هم باشه که حتما لینک ویدیو رو برای دوستات بفرست تا اونا هم بتونن جواب سوال رو به راحتی پیدا کنن. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.